خیلی چاکریم. امروز اومدم یه روش زبان انگلیسی بهت یاد بدم که نه اینقدر توی یادگیری زبان انگلیسی بهت کمک کنه و پولتو الکی خرج کلاس‌های بیرون نکنی. روش ما 2 مسیر داره، 2 بخش داره. بخش اول این که هر کسی 1000 تا کلمه زبان انگلیسی بلد باشه میتونه انگلیسی صحبت کنه. اگر شما روزی 1 کلمه به روش جعبه لایتنر یاد بگیرید، کلمه زبان انگلیسی یاد بگیرید، بعد از 3 سال شما 1000 تا کلمه رسید و میتونی زبان انگلیسی صحبت کنی. میتونی از کتاب 504 شروع کنی. و روش دوم، مرحله دوم این است که شما سریال های زبان اصلی گوش بدی، مثل سریال فرندز. همه اینا روی هم 45 دقیقه بیشتر وقت شما رو توی روز نخواهد گرفت و از همه مهمتر کلاس زبانی که بیرون میخوای بری حداقل 2 ساعت وقت شما رو میگیره. اینجوری هم توی وقت صرفه جویی کردی، هم توی هزینه. پولشو بذار سر جیبت، برو حال کن. چکریم. خدا نگهدار.